همداران عزیز 12 ایون سال 2024 میباشد در همون خواجگی که در شهر نو بودیم قرار داریم در همین تل و تپه ها با استفاده از آب قطرگی آب قطرگی رفتگی است و هی اینا اینجا نه تو ما چشم مونده شده است شنودگیان یک تا پاولونیا این طرفش کدو شنودیان کدو البته در گل درآمده است. اونجا تربوز هم دارد می خربوزه خربوزه نمیباید که خربوزه انا بینید که اکنون نمیدونم من این اسپید میکنن اسپید نمیکنن که اینو در درآمدن من خربوزه ها خیلی پاولونیا هم شنوندیان یعنی که ثمراناک استفاده بردن زمین من علفش رو درو کردن برای گو و گوسفند میتیان ها نه کدو تربوز اینش تربوز میده من این تربوز پاولونیاش نیست اینجا پاولونیا کنی نه پاولونیا نه پاولونی نیست پاولونیا کدو کدو پاولونیا نداره اینا کنی خوش دیگه بگونم اینجا پاولونیاش خوش شده من اینجا داره من هم دیارون عزیز با بینید که آدم ها چخیل مهنت میکنن بولوی تپه ها ده پاولون چند بچن شنوندگی 2 به 2 شنونده 3 به 3 کنیم توی پاولون کلام میشد که من این کدو شنوندم داوم پرتاد خدا خواهد حاصل میگیرن کدو از تربوز در همین زمین های تپه بینید تپه جر همین تپه جر رو چه استفاده برده استودن که خیلی نموندن نبینید این پاولون چی میشود پاولون اینجا درخت میشود جنگل میشود آبادی میشود در اقلیمی گرمی شوی نقض میشود درست میشود ما امسال یک عکس اعلان کنیم کنی درخت خران امویو هر کس 10 شنونند تاجیکستان رو درخزار کنیم چه خیلی امسال آینده کنم میدونم خلق پدرشکه میکند من نه من همدارون عزیز این بود پاولونیا در زمین های لالمی با استفاده از آب قطرگی و در بیخش کدوی تربوز و خربوزه همدارون عزیز بیاید همه کسا یاد گیریم انا بینید انا این باغ رو بینید از بالا این باغ ولی باغ نو ولی پر نی باغ نیمش و پویانش پرش است پویان پر بالا پر نی انا بینید ما در بلندی سودیم انا همون با همین زمین هم قدر بلند بوده است هم خیلی راست هموار کردن هم خیلی راست هموار کرده خاکش رو برده چکریده پر کرده ساختمون چی کردن باغ آباد کردن یعنی که زمین تیار رو نگرفتن و زمین عدیر رو گرفته من هم خیلی آبادی ها کردن همدیاران عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد هر کس از دل نیتش میبیند